هر چند تا بخوای من بهت بدم. این یکی، این 2 تا، این 3 تا، این 4 تا، 3 تاشم دادم اقدام کنم. سفید کردن چک‌های برگشتی و داستان کلاهبرداری هایی که چند سالی است باعث گلایه برخی کسبه و البته بارها پیگیری رسانه ملی شده. یه سری دلال هستن اینا خلاف قانون کار میکنن، میان اینا رو پاک میکنن، سوء اثر رو سفید میکنن. هممونم بالای 1 میلیارد 1.5 2 میلیون کلا سرمون گذاشته و فرارش متواری شده. ماجرا مربوط است به باندهای کلاهبردار که با همکاری عده‌ای معدود از کارمندان بانکی یا دفاتر اسناد رسمی چک‌های برگشتی را به صورت غیرقانونی رفع سوء اثر یا اصطلاحاً سفید می‌کنند. نکته جالب هم اینجاست که رد پای این کلاهبرداری ها رو به راحتی در فضای مجازی هم میشه دید. کافیه سری به برخی از سکوهای برخط خرید و فروش بزنیم. سلام، خسته نباشین. آقا یه چک 540 تومانی دارم، برگشت خورده. میخوام اینو سفیدش کنم، رفع سوء اثرش کنم. امکانشو دارین شما؟ الان فعلا بانک شهر دارم و سپاه و صادرات. از طریق بانک انجام میدین یا از طریق دفترخونه؟ دفترخونه است. اقدامی بدون اطلاع دارنده ی چک برگشتی یا همان مال باخته. اون کسی که من چکو بهش دادم متوجه میشه که این رفع سوء اثرش کردین یا نه؟ نه. در قانون دستوری بر ارزیابی صحت رضایتنامه توسط بانک‌ها داده نشده، بنابراین بانک‌ها بدون صحت سنجی این رضایتنامه اقدام به رفع سوء اثر چک‌ها می‌کنند. در نتیجه ذینفع واقعی چک، یعنی دارنده چک، در جریان صدور این رضایتنامه قرار نمیگیره و از اون موضوع آگاهی نداره. حالا اما کمیسیون اصل 90 مجلس وارد ماجرا شده. طبق مصوبه جدید، بانک مرکزی موظف شده تا 1 ماه آینده سامانه‌ای را راه اندازی کند که با هر رفع سوء اثر چک پیامکی فوری برای ذینفع ارسال شود. با این روش قربانی در لحظه از این اقدام آگاه و این روزنه فساد برای همیشه بسته خواهد شد.